90مین سالگرد تأسیسیابی مقامات ملیسیای تاجیک در زمان تجلیل می‌گردد که کشور ما همچون دولتی صاحب استقلال مدت 26 سال باز در عرصه بین‌المللی ارزش هستی دارد. مقامات ملیسیای تاجیک طبق تعیینات خود در این دوره نیز همیشه وظیفه‌های مرکب و مهم دولتی را در سمت تامین ترتیبات حقوقی و تحکیم قانونیت به سامان رسانیدند. بخشیده به 90مین سالگرد عید کسبی ملیسیای تاجیک در شهر ترسونزاده نیز چهاربینی تنتنوی با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و کارمندان میلیسیا برگزار گشت. سردار شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده و معاون رئیس شهر تمام کارمندان شعبه را به عید کسبیشان تهنیت گفته از جمله تاکید داشتند که بعد از آمدن استقلالات دولتی ملیسیای تاجیک همیشه در صف پیش مبارزه با عنصرهای جنایتکار که خلل نمودن حیات آسایشته ساکنان مملکت، پایمال نمودن حقوق و آزادی‌های انسان، اینچنین ضعیف گرداندن پایه‌های دولتداری را می‌خواستند قرار گرفته بود. مخصوصاً مسئولیت و شجاعتمندی کارمندان میلیسیا و نتیجه‌های سودمند فعالیت این مقامات از بسیار جهت به انکشاف و پایداری دولت امروزه تاجیکان همچون کشور دموکراتیک و حقوق بنیاد و آزاد و یگانه سهم نظر است گذاشته است. همچنین ضمن سخنرانی سردار شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده اسکندرزاده محمدشاه این نقطه تقویت یافته از جمله گفته شد که محض در نتیجه زحمت و تلاش‌های شبانه روزی کارمندان میلیسیا و فعالیت منتظم آنها با دیگر مقامات حفظ حقوق آسودگی و ثبات کشور و تنظیم و امنیت شهروندان تامین گشته پیش راه صادرشوی هزاران جنایت گرفته شد. اشخاص جنایتکار آشکار و دستگیر و به جوابگری جنایتی کشیده شدند. در چهاربینی تنتنوی همچنین به یک قطار کارمندان فعال و سابقه‌داران شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده سپاسنامه رئیس شهر سردار شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده تقدیم کرده شد. همچنین به عائله‌های کارمندانی که برای حفظ وطن جان باختند کمک مالی رسانیده شد. برنامه رنگین آماده‌نمایی کارمندان شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده برای اشتراکداران بسیار جالب و خاطرمند گردید.